قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز برنامه ترازوی عمل، امروز در روز دوشنبه همراه شما عزیزان او ایدی موضوع صحبت میکنم که هر روز شما خودتان شاید نگران آن هستید و یا اینکه مثل بنده هر لحظه وارد اخبار میشوید که ببینیم که الان چی شده است. پس از آنکه در روسیه قانون تصویب شد که دیگر سفربر می شوند از طرف روسیه به اوکراین از سربازان زیادی یا سربازان احتیاطی دیده ایستادیم که روز از روز حتی برادران تاجیک و این چنین برادران ازبک، یعنی نفران مسلمانی که به دست آنها دعوتنامه حربی آمده ایستاده است، خیلی زیاد شده ایستاده است و خیلی زیاد مادران عزیز و خواهران عزیز هم از بنده سوال میکنند که یکی اگر فرزندی ما رفت در آنجا کشته شد خدای نکرده، یا اینکه اگر به خاطر اینکه ما دیگر از این مشکلی به شناسنامگی یا از این مشکلی های در اینجا و در آنجا بود و باشت برایم اگر به خاطر شناسنامه در جنگ اشتراک کردند چی می شود و نظر شریعت در این باره چی است. و عجیبش این است که خیلی بنده رو به حیرت می آورد هنوز بعضی نفرانی هستند که درک نکرده ایستادند که در اوکراین چی میگذرد و جنگی که امروز من و شما شاهد هستیم و هر روز دارد اوج میگیرد و کسی نمیداند که کی خاتمه مییابد. اکثریت خواهر و برادران تاجیک ما بیخبر از آنند که این جنگ به کدام سبب شروع شد و حتی نفرانی رو هم میبینید که میگویند نه در اینجا روسیه هیچ عیبدار نیست، گویا که وقتی سال 1948 فلسطین رو یهودها اسرائیل امروزه آمد و اشغال کرد، گویا که اسرائیل هم هیچ یک گناهی نداشت و این فلسطینی ها بودند که باید زمین خود را میدادند. و یا اینکه حدود 70 سال پیش وقتی ترکستان شرقی را چین آمد و از خود کرد و اشغال کرد و هر روز مردم مسلمان بیچاره ترکستان را تعذیب میکند، گویا که عیب خود ترکستانی ها هست و چین هیچ خطایی ندارد. یعنی حتی نفران هم بودند پیدا هم هستند که گمان میکنند که در این جنگ که امروز شده ایستاده است هیچ روسیه عیب ندارد و این گویا جنگ بین دو دولتی هست که هر دو با هم مشکلی دارند، ولی باید در اینجا تا این اندازه نباید ما عقب نشسته باشیم، تا این درجه نباید زنی مسلمان و مرد مسلمان خواهر و برادران تاجیک ما تا این اندازه عقب افتاده نباید باشند که هنوز درک نکنند که کدام کشور به خاک کدام کشور دارد تجاوز میکند. و این همه جنگ و جدالی که امروز شده ایستاده است، این همه عددی به نهایت مهاجرانی که از جنگ میگریزند، سببش این ظلم روسیه هست، باز اشغالگری است که با اشغال کردن چچنستان و داغستان و اسیتیه و اینها هرگز سر نشد که باز میخواهد خاک دیگری را از آن خود کند. برای همین خواهرانی که در این باره که گویا یک جنگ عادی بین دو دولت است، اونها هم هجوم دارند اینها هم هجوم دارند، اگر رفتن چی می شود پرسیده ایستادید. خواهش میکنم در این مسئله کمی وسیع‌تر نگاه کنید، ببینید که سبب چی است، چرا این جنگ شده ایستاده است و روسیه با این هدفهای اشغالگرایش چی کار میکند. از اینکه ما شناسنامه روسی داریم و یا حدود 20 سال در روسیه زندگی داریم، یا اینکه به ما روسیه ایپوتک خانه داد یا ماشین داد یا زمین داد یا اینکه برای فرزندان ما کمک زیاد میکند، این معنیش این نیست که شما هر چی که اون حکومت میکند بگوید که درست میکند، کار خوب کرده ایستاده است. هر چی کند هم بگذار همین کشور باشد که تا من هم در همین جا نانم رو بخورم. و مسئله دیگر اینش هم خیلی بنده رو به حیرت می آورد که بعضیا میگویند آیا شهید می شود اگر به فرزند من سربازی رفت آخر او از طریقه تیر کشته شد، تیر دشمن.
یعنی تا درجه خون شهید ارزان است که گویا که از طرف روسیه کسی می رود و در آنجا می میرد آیا شهید می شود یا نه. این گونه سوال های هم خیلی زیاد هستند. و پیش از همه اگر ما خود اوکراین را یا خواهر و برادرانی که در اوکراین هستند، خواهر و برادران مسلمان، برادران مسلمانی که از خاک اوکراین دفاع میکنند، نه به خاطر حکومت اوکراین، به خاطر اون که ما خانه و در داریم، ما زندگیمون اینجا هست، اگرچه در کشور کفریم ولی خون مسلمانی در ما هست و ما سال هاست در اوکراین هستیم و دفاع از زمین خود میکنیم، دفاع از خانه و دری خود میکنیم. گویان مسلمان های اوکراین خیلی وقت به پای میخیزند، آنها را گفته می شود که در حقیقت اینها نفرانی هستند که انشاءالله نیت‌هایشان اگر صادقانه باشد به شهادت میرسند. برای اون که من قتل دون ماله و هو شهید میگویند پیامبر، کسی که به خاطر دفاع از مالش، دفاع از خانه و جایش، دفاع از آن چیزی که دارد در راه الله کشته شد او شهید است. یعنی آنهایی که در صف اوکراین هستند و به خاطر زمین خود، به خاطر خانه خود، یا اینکه مسلمان های کریمی که آنها رو هم دیگر اشغال کردن اگر می جنگند، مسئله تماما دیگر است. این مسئله رابطه دارد به مسلمان های همان سرزمین که آنها دفاع میکنند از ناموس و از مال خود. اما وقتی که یک برادر تاجیک یا سرباز تاجیک، یک مسلمان تاجیکستانی یا ازبکستانی می رود و به صف ارتش روسیه پیوست می شود و راهسپار می شود به خاک اوکراینا، اینجا اول سوال باید به ذهن مرد عاقل بیاید که من به خاطر که جنگیده ایستادم و به خاطر چی؟ آیا من به خاطر دفاع از مالم جنگیده ایستادم، دفاع از ناموسم، دفاع از دینم، دفاع از زمینم، یا اینکه برعکس قطار ظالمان شده ایستادم و می روم برای گرفتن زمین دیگران، خانه دیگران، دارایی دیگران، با این یک قوه بزرگ ظالم می جنگم. و همیشه می دانیم که در زمین همیشه قوه های بزرگ حرکت می کنند دیگر سرزمین اطراف را اشغال کنند و آن هم قوه های بزرگ ظالم، چگونه که ویتنام و امریکا در خاطر همه هست. آن همه تجاوزهای چندین ساله اتحاد شوروی به خاک افغانستان یا امریکا به خاک افغانستان و چه خیلی که گفتم فلسطین و اسرائیل یا به عراق هجوم کردن امریکا هست. این گونه یعنی ظالمانه هجوم کردن به سرزمین دیگران همیشه هست. این دیگر گویا از قانون فرعونای زمان است. ولی برادر تاجیک، یک مرد تاجیک مسلمان نباید تا اندازه ساده باشد، نباید تا اندازه باز میگویم عقب افتاده باشد که نداند که به خاطر چی میرود و الان میجنگد. و اگر در آنجا بمیرد که الان دیده ایستادیم جنگ های تن به تن نیستند دیگر، مثل پیشتر دو سرباز در دست سلاح بر هم علیه همدیگر تیر نمی پرتایند، بلکه از بالا با بمب و با بی سرنشین و با هزار و یک درد و بلای دیگر دارند توده های اسکرها را میکشند. اکنون اینجا برادر تاجیک ما، برادر ازبکستانی یا گفتیم هر کسی که برادران آسیایی مانای مسلمان می روند و با علیه جیش آنها یا گفتیم عسکری آنها می جنگند، از که شما دفاع میکنید به خاطر کی می رود و جان خود را که ارزشمندترین مال شما در دنیا هست که با همین دیگر نابود می شوید، برای کی ما داریم رفته قربانی کرده ایستاده. از یک جهت هم طرفدار ظالم که الله میگوید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، هرگز شما به ظالمان کمک نکنید، اون ظالم کی هم نباشد، اگرچه سالها به تو شناسنامه داد، سالها به تو خانه داد، سالها برای هر یک کودک تو پسابیه و کمک و چیز دیگر داد، وقتی او ظالم است نباید بروی و همراه آنها به آنها کمک کنید. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، هر کس که هم باشد، هر کس که او ظالم است نباید مسلمان طرفدار او باشد، نباید بر ظلم او علیه دیگران بجنگد یا اینکه آن ظالم را کمک کند. آیا می شود که دست ظالم را گرفت؟ آیا می شود که پیش راه ظالم را گرفت و در این وقت به ظالم از جهت اینکه او را بازداشتیم کمک کرد؟
اما اینکه در صف ظالما باشیم این هرگز از قهرمانی نیست و حتی از صفتهای نفرانی هست که دیگر تا اندازه در عقل خود مشکلی دارن که درک کردن ایستادن که با کی علیه کی داریم می جنگیم. و بعید نیست از یکایک که شما آن هم از سرباز شیشینی مسلمان، آن هم از سربازی که با آن قوه‌ای که اگر آنها داشتن شاید سرزمین خود را آزاد میکردند که رفتند و نابود شدند، آن خون آن همه مسلمان به خاطر کی ریخته شد، به خاطر چی ریخته شد و آنها کجا رفتند و چی کار کردند. و از جهت دیگر از یک طرف اینکه روسیه با این کارهایش ظلمی بر علا دارد میکند، تجاوز بر سرزمین همسایه خود میکند. اگر گفتیم کشور با هم دو کشور کافر هستند، ولی هر چی باشد هم باید بگوییم که یکی ظالم است و دیگری مظلوم است. و اینجا مشکلی در آن است که برادران تاجیکی ما می روند و طرف ظالم را گرفته ایستادند و بیخبر از آنند که جان خود را فدایی کرده ایستاده ای. و این چنین از مشکلی های دیگری که امروز یکایک ما و شما دیده ایستاده ایم، مشکلی که انسان را به درد می آورد. از اینکه زیادی ها میگویند دیگر راهی آسانترینی به دست شناسنامه آوردن رسید. یعنی نفرانی که میگویند این همه سال ما نمیتوانستیم شناسنامه گیریم، انا چقدر یک قانون خوشرو شد که یک چند ماه می رویم برمیگردیم ما شناسنامه صاحب شناسنامه میشویم. یعنی جان شما برابر یک شناسنامه است، اون هم شهروندی کدام کشوری با چه قیمتی که امروز تو را میخواهد جانت را به خطر گذارد، فردا فرزند تو را، پس از آن نبیره تو را، که دیگر تو در دست این کشور مثل یک بازیچه هستی، چنانه که شهروندان خودش را هم این گونه مثل بازیچه استفاده کرده ایستاده است. یعنی نفرانی که به خاطر شناسنامه میگویند ما میرویم در این جنگ اشتراک میکنیم، تا این اندازه یک مسلمان قدر یک برادر تاجیک، قدر یک عائله تاجیک در پایان باشد، تا این اندازه انسان تماما خود را قدر و قیمت نکند که بگوید نه من به خاطر شناسنامه یک چند ماه میروم با که ندارد، رفتی و در آنجا کشته شدی. آیا این قهرمانی از فردا فرزندان نبیرگان بگویند که پدری من، بابای من به خاطر پاسپورت روسیه یا شهرونده روسیه رفت و در آنجا همچون ظالم برفت و در آنجا کشته شد از طرف قهرمان هایی که از کشور خود دفاع میکنند؟ یعنی فردا با کدام نام صدا میکنن هر کسی که به خاطر شناسنامه میرود و در این جنگی که پر از ظلم است و پر از طرف گرفتن یا اینکه دفاع از ظلم و از قوه های ظالم دنیا هست میروند و اشتراک میکنند. اما مسئله این که بسیاری ها از این هم میگویند و نوارهایش هم بنده خودم دیدم که بعضی از برادران تاجیک را، بعضی از برادران مسلمان داغستان را به زور میگیرند و راه سپار میکنند، به زور از دستشان میگیرند، اگرچه راضی نیستند، اگرچه عموما نمیخواهند، آنها را میگیرند و روان میکنند اون سو. دیگر میدونید که هر کسی که از هر یک سرباز رفته ایستاده چند تای آن برگشته ایستاده است، چند تای دیگرش قربان شده ایستاده است. در این مسئله حکم دنیا که در دنیا حال آنها چی شد و کسی پوشیده نیست، اما در آخرت چی می شود؟ یک مادر عزیز در همین باره با فغان و ناله هم میپرسیدند که چی می شود پسرک من وقتی او را به زور بردن و هرگز نمیخواست، دیگر گرفتند و فرستادن، یکی اگر خونش ریخته شود، آیا از اینکه او هرگز نمیخواست و مجبورش کردن او هم در صف ظالمان، در صف لشکر کفر و اهل کفر کشته می شود و خون آن چی است؟ در مسئله اجبار یا اینکه اکراه هم میگویند در شریعت، به زوری بردن و در یک گناه یک نفر را استفاده کردن، به زوری مجبور کردن یک نفر برای گفتن کلمه های کفر یا گناه های دیگر را صادر کردن. اینجا ما قاعده بزرگی داریم که هرگز پروردگار آنهایی که در راه الله خواستن و مجبورن گناه کردن آنها را عقاب نمی کند. و در ما حدیث صحیح هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند زمانی می شود که یک لشکر بزرگ برای نابود کردن کعبه
برای نابود کردن کعبه راهسپار میشوند و وقتی آنها به بیدا میرسند که نزدیک به کعبه است، پروردگار آنها را همشان را زیر خاک میکند. یک بار گفتیم زمین در میکشد، نابودشان میکند. و از پیامبر میپرسند که پیامبر الله، شاید در داخل این عسکر، در داخل این لشکر نفرانی باشند که آنها را مجبوری گران آمدند. شاید نفرانی بودند که هرگز این را نمیخواستند، اما آنها را به زور آوردند که تو هم بیا در صف ما میجنگی. چگونه که در زمانش هم مشرکین بعضی از مسلمان ها را برای خود سپر میکردند و به زور با اجبار به جنگ علیه مسلمان ها می آوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در این وقت هر کس به قدر نیت خود اجر میگیرد یا بیدار میشود. یعنی هر کسی که، هر برادری تاجیکی که یا اینکه هر برادری مسلمانی که از کدام کشور نباشد هم، اگر او را مجبور بردن، مجبور به دستش سلاح دادن، مجبورش کردن که در این جنگ اشتراک کند، اولا نباید تا حد توان خون یگان بیگناه را نریزد تا میتواند در آنجا عقب نشینی کند یا بهانه جوید، هر چی کند که دستش به خون بیگناه آلوده نشود. برای اون که همه میدانیم که وقتی می رویم در سرزمین دیگران برای گرفتن خانه او، برای گرفتن زمین او، علیه او می جنگی، او بیگناه هست و تو ظالم هستی. اما اگر رفت و مجبورش کردن، چیزی شد و در آنجا دیگر جانش را داد، هرگز گفته نمی شود که او دیگر در صف لشکر ظالمی کفار بود یا اینکه او از طرف روسیه جنگیده بود، او دیگر مسلمان نیست. برای اون که آن نفر مجبور بود، آن نفر هرگز به خواست خود نرفته بود. او را یا دستگیرش کردند و روان کردند یا مجبورش کردند با تهدید با چیز دیگری که به آنجا رود. برای همین آنهایی که به آنجا رفتند و مجبور رفتن، هرگز گفته نمی شود که شمایان در صف کفار کشته شدید، شمایان مسلمان نیستید، برای آنکه پروردگار از قلب آنها آگاه است که اینها نمیخواستند. انا این مسئله نفرانی هست که نمیخواهند و مجبور آنها را گران گسیل میکنند. اما آنهایی که میگویند پس چیکار کنیم؟ اگر رفتیم، شما میگویید گناه است یا اینکه ظلم است، شریک شدن در موالات است و شریک شدن در ظلم است. اگر نرفتیم و به ما دعوتنامه آمد تا 10 سال ما را زندان میکنن، پس ما چیکار کنیم؟ کجا رویم؟ دیگر راهی چاره و جز گریز نیست و جز پنهانی نیست که باید برادر مسلمان، باید مرد مسلمان، علل خصوص هموطنان عزیز، تا می توانند راهی چاره پیدا کنند که در این جنگ ظلم، در این خونریزی که در آنجا دو لشکر اگرچه هر دو کفار هستند، یکی ظالمتر و بدتر است، نباید در صف این ظالمان کفار باشد. همه راه را پیش گیرد، حتی اگر در جنگل زندگی کند، حتی اگر در صحرا زندگی کند، در بیابان باشد، در هر جا باشد، هم 1001 بهانه چاره بجوید و یگان برادر مسلمان نباید در این ظلم شریک شود. چه خیلی که گفتیم اگر از طرف اوکراین می بود، دیگر می گفتیم شما اینجا برای دفاع از خاکتان، دفاع از خاک برادر مسلمانتان یا از خانه برادر مسلمانتان که او خانهش را از دست داده است می جنگید، این چیز دیگر بود. اما آنهایی که در خود روسیه هستند یا آنهایی که علاقه دیگر چاره ندارند، به 1001 بهانه باید در اینجا اشتراک نکنند. و چیز عجیبش این است که عزیزان، این همه سالها وقتی اون کمک هایی که از طرف روسیه عائله ها می گرفتن و علل خصوص در همین 2 سال آخر که گویا که کل تاجیکستان آمد و در روسیه مقیم شد، از کمپیر 90 ساله شروع کرده تا کودک هنوز در شکم مادر تولد نشده، همه راهسپار بودند به روسیه و که روسیه چه کشوری بوده است که کمک میداد است، نفقه میداد است، خانه برای فرزند دوم و سوم میداد است، بر زمین این تا 18 سالگی نمیدونم تا چند سالگی کمک میداد است. اینقدر مردم گمانهای نیک بر روسیه کردند که این کشور گویا اینقدر عاشق تاجیک و تاجیکستانی ها هست که تاجیک ها رو میگوید بیایید بشینید، ما به شما پول میدیم، به شما نفقه میدیم. ولی کجا رفته باشد بعض نفران متفکر یا صاحبان عقل سالم که بگویند مگر پس این پرده های این همه مهربانی خواب های دیده روسیه برای ما نباشد؟ شاید این همه کمک هایی که میگیریم
آخرش با انا این گونه مجبوری روان کردن یا به جنگ یا زندان کردن 10 سال 15 سال در این باره کسی فکر نمیکرد. و اگر گفته میشد که این حدیث پیامبر است که پیامبر میگویند من بیزار هستم از هر کسی که بین از ظهور مشرکین یا در بین مشرکین یا کفار زندگی میکند، آنها میگفتند خیر شما مسلمانی را پیدا کنید که مثل روسیه به ما کمک کند. اما شرط زندگی این است که حتما باید ما در کشوری باشیم که آن کشور به ما کمک کند. شرط زندگی این است که انسان آزادانه زندگی کند، تصرفات انسان، یعنی انسان صاحب سر خودش باشد. و گاه بنده وقتی به کشورهای افریقا نگاه میکنم، آنهایی که برای یک روز فقط تمام روز سعی میکنن یک دانه ماهی میآورند و خرسندانه به فرزندان خود میخورند، یا به شکار میروند و پرنده رو شکار میکنند و میگویند همین روزه دیگر خوراک ما رسید و ما شکممان سیر است. از جهت ما خیلی برای آنها رحم میخوریم که چه زندگی هست انسان فقط برای سیر کردن شکمش فقط با یک تا ماهی قناعت کند و آن خانه را ببین و آن لباس را ببین. ولی از جهت مگر آنها آزادتر از ما و عزیزتر نیستند. اگر گمان کنید کسی صاحب سر آنها نیست، کسی آنها رو مجبور نمی کند که امروز من ظالم هستم یا ظالم نیستم، تو باید با من شریک باشی. امروز وقتی من کدام قراری را امضا نکردم، تو حتما باید با آن لبی بگویی. ولی آنها اگرچه با آن همه تنگی ها که دنیا با هر چی باشد هم میگذرد، با یک برده نان قاق هم میتوانیم گذرانیم، با آن همه قصر و با آن همه خانه های وسیع و با دارایی و با آن همه خوردنی و شیرینی های هم میتوانیم گذرانیم. یعنی جسم انسان را پروردگار تا حد آفریده است که انسان میتواند با یک برده نان هم روزها زنده بماند، به شرط آنکه قناعت داشته باشد. پس بهتر نیست عائله هایی که در این گونه شرایط باز هم میگویند نه هرچی باشد هم ما باید شناسنامه روسی داشته باشیم. سبب اساسی چی است؟ اگر از جهت امنیت گفتیم، امنیت روسیه که از تاجیکستان تقریبا فرق ندارد. اگر از جهت اخلاق گفتیم، اخلاق روس ها رو که دیگر کل دنیا شاهد شد. فقط اینجا می آید مسئله پول، مسئله مال که ما نمی توانیم به کم قناعت کنیم و می گوییم به خاطر کمکی که به ما می آید، به خاطر اون همه وعده هایی که هر سال دیگر زیادتر شده ایستاده است، ما حتی راضی هستیم که جان ما، فرزند ما، همسر ما برود و زیر آن پرچم ظلم و کفر جان خود را از دست دهد. از این بهتر نبود که یکی فکر کردیم که اگرچه کم باشد هم جای را برای خود انتخاب کنیم، در جای زندگی کنیم که کسی ما را در این مسئله ها مجبورمون نسازد و ما همچون یک بازیچه که دیگر هر کسی به کدام طرف ما را تله می کند یا غل می زناند به آنجا دویده دویده برویم. اما مسئله دیگری که مسئله شهید میگویند بعضی ها که بیچاره رفت و شهید شد، بیچاره تاجیک رفت است و در اوکراین شهید شده است، سرباز روس بود. عزیزان چه خیلی که گفتم مسئله شهید شدن، مسئله این که انسان نام شهید را ببر کند جدیتر از آن است که من و شما فکر میکنیم. پیش از همه آره، شهید فقط شهید میدان جنگ نیست. ما میدانیم که اونی که غرق شده جانش را داد، اونی که در راه دفاع از مالش، دفاع از جانش، دفاع از همسرش و این چنین زنهایی که در راه حاملگی وفات کردن، اینها همه شهید هستند تا اندازه در نزد پروردگار. اما مسئله آنهایی که میروند و به خاطر مثلا ارتش تاجیکستان باشد، اگر ارتش تاجیکستان به خاطر دفاع از زمینه و برای غصب کردن زمینه باشد برای مثال، یا برای ارتش روسیه باشد، اگر رفت او تیر خورد، معناش این نیست که هر کسی که در میدان جنگ مرد او که هم که نباشد شهید است. اینجا باید حتما ببینیم که این نفر به خاطر چی در آنجا کشته شد، به خاطر دفاع از جانش یا به خاطر اینکه او هم میخواست در صف ارتش ظالمان باشد. و در ما حدیث است در صحیحین که مرد پیامبر صلی الله علیه و سلم را میپرسد که کدام نفران شهید راه الله هستند. پیامبر میگویند هر کسی که
به خاطر بالا کردن کلمه الله وفات کرد. هر کسی که خواست که دین الله در زمین پایدار باشد و جانش را داد. اما کسی که برای عصبیت، یعنی برای ملتم گفت، برای آبرو گفت، برای پاسپورت گفت، برای چیزی دیگر گفت، آنها شهید برای خودشان هستند. در نزد الله خون آنها هدر است، هیچ قدر و قیمتی ندارد. برای همین این مسئله که هیچ بوکی ندارد می رود و شهید می شود. عزیزان، اون شهیدی که شما گفته ایستادید، شهیدی که می شود؟ شهیدی روسیه، ارتش روسیه، شهیدی اشغالگر، شهیدی کدام طرف می شود؟ اونی که به خاطر زمینش که مرد، اون مسئله تماما دیگر است. اما اینها رو با این آسانی نمی شود که برفت و می توانی، یا میگیم شهیدی پاسپورتش شد که به خاطر شهید اسنامه گرفتن این رفت و از اون طرف جان خود را از دست داد. اما در مسئله دوامش چگونه که گفتیم، راه چاره یگانه برای برادران تاجیک و تمام برادران مسلمانی که در قلمرو روسیه هستند یا در هر جای هستند، آنها را تهدید میکند که شما باید بروید در صف ارتش اوکراین باشید. حتما برای خود راه چاره، آن را هم که از مسلمه احمدی به جز راه گریز چیز دیگری گفته نمیتواند، برای خود راه را پیدا کنید که در کجا باشید، هم حتی در بین کوه ها باشد، حتی در بین جنگل و در بین یا بیابان باشد، هم خون شما اگرچه آن طرف هم کافر باشد و خون یک بیگناه آلوده نشود. نام شما در تاریخ از نفرانی که در ظلم شریک بودند، در اشغالگرایی شریک بودند، هرگز ثبت نشود. اما مسئله این که پس بعد از این چی می شود؟ دوامش را پروردگار خودش می داند. شاید که یکی روسیه مغلوب شد، شاید که این قانون ها همه سر و نوگش را تماما گم کرد. اما مهم زندگی امروزه شما است، حیات همین روزتان هست که شما را همین روز آینده کاملتان را، آینده دنیا و آخرت شما را می توانند بسوزند و نابود سازند. انا همین روز، به خاطر همین روز آینده دو را آنقدر فکر نکرده که اگر نرفتم شاید این شود و شاید آن شود نگفته، همین روز باید به قرار بیاییم تا که در این ظلم و در این بیدادگری و البته که در این ذلت و شرمندگی که کسی میگوید که نمیخواهم مجبورش میکنن، اون هم برای گرفتن زمین دیگری روان کنند و شمایان اشتراک کرده باشید. این بود عزیزان برنامه مختصر امروزه من با شما، با امید آنکه تمام مسلمان ها را و این چنین مسلمان های تاجیکستان را پروردگار خودش حفظ کند و برای ما هم عقل دهد، هم شجاعت دهد، هم قوت دهد که در سرزمین خود با هم باشیم و برای خاک سرزمین خود، برای دفاع از دین خود همیشه در جنگ و در تلاش باشیم، نه اینکه به خاطر زمین دیگران و آبروی دیگران. شمایان را به الله یگانه می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.